درگیری سخت منوچ با پوست آب نبات. گرفتش، پوست آب نبات رو گرفت و در دهان خود گذاشت و دوباره انداختش. این پوست و کفش را خیلی دوست می‌دارد. منوچ، گربه‌ای قهار، زبر و زرنگ، نابود کننده پوست شکلات و کفش. با کفش شکار داری آخه. منوچ لعنتی. ماده است، اسمشو گذاشتم منوچهر. صداش کنم میاد. فعلا صداش نمی کنم. فعلا بازی کنم ببینم چی میکنه با کشتی گرفتن با یک پوست شکلات. درگیری با یک پوست شکلات. بله، منوچ گربه‌ای بسیار زیبا و واو. یک لحظه خواست دو خمه پوست شکلات رو بگیره. توپ داره، چند تا توپ داره. بله، درگیری با کفش. رفت به زیر تخت. درگیری با جوراب های من درگیری مثل جوراب داره. الان چندین درگیری همزمان در حال اجراست. درگیری با کفش، پوست شکلات، بند کفش، جوراب. خود درگیر با موتور نه. این درگیری کماکان ادامه دارد. میتواند این درگیری سالهای سال ادامه بیابد. بالاخره پوست را گرفت و میخواد او را ببلد. کجا بردیش؟ درگیری با جورابو. بله، ممکن از جوراب شکست بخوره چون بوش خیلی بده. ای. درگیری سختی در حال اجراست. درگیری دو زمانه. دو خمشو بگیره. نان مادر، شیر پدر حلالت. بله. چیکار میکنه؟ کفش رو بو نکن، میمیری بدبخت. بله، پوست رو پیدا کرد. قایم شده بود زیر کفش. اصلا خودش نذاشته بودش زیر کفش. درگیره حسابی. خیلی خوب. یکم سر به سرش بذاریم، این چیزی نیست. با قند سر به سرش بذاریم. قند که نمیخوره ولی خب سر به سرش چیزی باید دستم باشه. درگیره. خب الان منوچی بیا منوچ. درگیری براش مهمتره. بیا میدونم قند نمیخوره، شکل گوشت نیست، گوشت دوش میدم. منوچ بیا. منوچی بیا. اوه، اصلا درگیر خیلی براش مهمتره تا قند. توی قسمت بعدی براتون به منوچ گوشت میدهم. درگیری لفظی. مطمئنم از دشمن فارسی شکست میخوری. نگاه چی میکنه. منوچ دیوانه. رفتی دیگه؟ منوچ بیا. اوه. خیلی درگیری سختیه. منوچ بیا سیره. گشنه نشه یکم دیگه دارم برات باش.